هموطنان عزیزی که درباره برگه‌های سرشماری خانواری اینا کامل سرشماری دارن سوال پرسیده بودن، کسانی که نظامی بودن، کسانی که دو مدرکی بودن. یکی از زوجین بالاخره کارت آمایش داشت و برگه سرشماری طرف دیگه. خدمتتون عرض بکنم طبق دستورالعملی که از وزارت کشور به ادارات اتباع امور کل استانها داده شده، متاسفانه خدمتتون عرض بکنم باید تمامی دارندگان برگه سرشماری ایران رو ترک بکنن. فقط و فقط کسانی که یکی از زوجین برگه سرشماری و دیگری کارت آمایش داره، اینا بهشون کارت آمایش داده میشه. منتها بقیه حتی اگر دانش آموز داشته باشن، کارت هوشمند گرفته باشن، اینها هم باید ایران رو ترک بکنن. نظامیانی که پرونده قبلا تشکیل دادن و یا تا به تازگی میخوان پرونده تشکیل بدن، اینها برگه 6 ماهه بهشون داده میشه و در این 6 ماه باید تمام مستندات خودشون را به دفاتر کفالت ارائه بکنن. حتی کسانی که برگه سرشماری دارن و دانش آموز ندارن، موقعی که میرن اینا نوبت بگیرن، یک نامه خروج 15 روزه به اینا داده میشه که از اون تاریخ اینا باید ایران رو ترک بکنن. کسایی که دانش آموز دارن اینا تا اول تیر، یعنی 15 تیر نامه آخرش هست دیگه، تاریخ آخرش. به اینایی که دانش آموز دارن این نامه رو داده میشه. کسایی که تو طرح سرمایه گذاری شرکت کردن بهشون یک نامه داده میشه، یک نامه به مدرسه داده میشه که دانش آموزشون اخراج نشه از مدرسه. دو، کسایی که تو طرح سرمایه گذاری شرکت کردن یه نامه به بانک ها داده میشه تا اینا بتونن پولشون رو پس بگیرن و یک نامه به کنسولگری ایران در افغانستان داده میشه. کسایی که دارای برگه سفید اشتغال هستند، اینها خانوادهشون را باید طبق دستوری که وزارت کشور داده شده باید برن افغانستان، خانوادهشون رو بذارن اونجا و از طریق سفارت ایران با همون نامه‌ای که اینجا داده میشه اقدام بکنن برگردن با ویزای معتبر، یعنی اینجا برای اشتغال. مابقی همشون متاسفانه طبق دستور وزارت کشور به ادارات کل امور اتباع داده شده، همه باید ایران رو ترک بکنن. این هم برای شما این خبر رو میذارم توی اینستاگرام تا تکلیف خودتون رو بدونید.